عالی فرهنگ تئاتر تاجیکستان که یک روزی سیاهی بابت کرده، روز سیاه است برای ما. روزی است که ما بهترین یک هنرمند مردمی، یک هنرمند دوستداری مردم، دوستداری تمام کودک سنگ همه را از دست داده، اینه که از دنیا رحلت کرده است. و چی بگویم که فرهنگ ما تبدیل خیلی یک تلفات خیلی زیاد داده است. بهترین هنرمند علایالدین جان از دنیا گذشتند و خیلی میگویم فرهنگ تلفات داده است. فرهنگ تئاتر ما خصوصا او بسیار دوستدار تئاتر بود، او دوستدار صنعت بود، او یک در ساحه صنعت، در ساحه تئاتر یک نویگری در آوردگی بود. او خود کلان جمهوری او را دوست می داشتند و او خودش هم دوستدار تئاتر بود. هر وقت با ما میخوردیم با میگفت که من تئاتر را بسیار دوست میدارم و چه در حالت سردار بودن هم، سردار ریاست فرهنگ بودن هم او پیوسته با کارهای ایجادی مشغول بود. یعنی که معلوم است که او معلوم بود که او دوستدار صنعت است، او برای صنعت جان خود را فدا میکرد و شاگردان زیادی را تربیت کرده است. شاگردان زیادی از پای کار او البته رفته ایستادند و آینده بار میروند. و چه بگم من ببینید که شعله های آفتاب هم من غروب رفته ایستاده، با غروب رفته ایستاده است و تمام مردم خیلی زیاده در روز دفنی و در دقیقه های دفنی او ما در سر مزار ایستاده ایم. برای میگم جای جنت باشد، خانه آخرتش آباد باشد و ما باوری داریم که تمام مردم و صنعت و هنر ایجادی او را با همه وقت بندگی یاد میکنن، با شاگردان زیادی پی کار او میروند. البته کار او با دوام میتونم باوری دارم و چی